سلام و عرض ادب. جلسه 11 و در خدمتون هستم و میخوایم با هم آخرین تمرینی که در واقع نگارش شده بود براتون توی سلسله تمرین ها رو حل بکنیم و در جلسه آخر هم یه جنبندی داریم و یک تمرینی که اولین تمرینی بود که فکر میکنم حل کردیم که اون رو یک بار دیگه میخوایم با هم حل بکنیم، چون یه مقدار فکر میکنم سخت‌تر از این تمرین ها باشه. اگر اشتباه نکنم، واقعا یادم نمیاد، خیلی وقت پیش بود این دوره ها رو ضبط کرده بودم. حالا مهم نیست، بریم جلو ببینیم که تو تمرین 4 چی از ما خواسته. گفته در سال 1381 که آقای بهزاد شرکت بهزاد را تأسیس نمود. رویدادهای ذیل در این شرکت اتفاق افتاده است. مطلوب است ثبت معاملات و عملیات مالی فوق در دفتر روزنامه عمومی و انتقال آن به دفتر کل و تهیه تراز آزمایشی. خب، رویداد اول: در تاریخ 18 فروردین مبلغ 480 میلیون ریال بابت سرمایه اولیه به صندوق شرکت واریز شد. این تکراری همه مسائلی که تا الان حل کردیم، تقریبا یه همچین چیزی رو دیدیم و قابل توضیح نیست دیگه خیلی بخوام براتون توضیح بدم. اما اگر بخوام خلاصه خدمتتون عرض بکنم، صندوق جزء دارایی هاست که پول اومده توش، افزایش در دارایی ها در قسمت بدهکار ثبت می شود. سرمایه هم ماهیتش پستانکاره، افزایش پیدا کرده، چون ماهیتش پستانکاره افزایش در اون در قسمت پستانکار. صندوق سرمایه. در تاریخ 2 اردیبهشت 3 دستگاه خودرو آشناس به مبلغ هر کدام 85 میلیون ریال خریداری شده که نقداً هم پرداخت شده. 3 تا خودرو بوده، دونه ای 8 و 500 که جمعاً میشه، اینجا فرمولشو نوشتم، فرمول خیلی ساده اکسلیه. 3 تا 8 و 500 شده 25 و 500، یعنی 255 میلیون ریال. خب، خودرو خریدم یک دارایی است، در سرفصل وسایط نقلیه طبقه بندی میشه، یعنی اسم سرفصلش اینه. و چیزی که ملاحظه میکنید اینه که عرضم به خدمتون که 255 تا وسایط نقلیه هم افزایش پیدا میکنه و چون دارایی هستش در قسمت بدهکار ثبت میشه، افزایش در دارایی ها در قسمت بدهکار ثبت میشه. و از بانک هم پرداخت شده، حالا از صندوق هم پرداخت شده. اینو من اصلاح بکنم، چون موقع بانکی نداشتم که بخواد از بانک پرداخت بشه و صندوق بوده. از صندوق هم باید پرداخت بشه که این اتفاق افتاده و یک دارایی دیگه که صندوق کاهش پیدا کرده و در قسمت بستانکار باید ثبت بشه که سند حسابداریشو میبینید، چون تکراری شبیه مثال قبلیه. مثال شماره در واقع مورد شماره 3 مون: در تاریخ 14 اردیبهشت یک فقره حساب جاری در بانک ملی افتتاح و مبلغ 7 میلیون ریال به آن واریز شد. همچنین تمامی وجوه باقی مانده در صندوق شرکت هم به اون حساب واریز شد. 7 میلیون ریال افتتاح حساب بوده. یک دارایی از یک شکلی به یک شکل دیگر تغییر کرده. این میشه خلاصه قصه. یعنی اینکه از صندوقم پولو برداشتم ریختم به بانکم، یک دارایی رو به یک دارایی دیگه‌ای تبدیل کردم. وقتی دارایی جدیدی که ایجاد کردم ایجاد میشه، یعنی افزایش پیدا میکنه، در قسمت بدهکار ثبت میشه. اون دارایی که ازش برداشتم کم شده در قسمت بستانکار. چرا؟ چون دارایی ها ماهیتشون بدهکاره. وقتی افزایش پیدا میکنن در قسمت بدهکار ثبت میشن، وقتی کاهش پیدا میکنن در قسمت بستانکار. خب، این 7 میلیون ریال که اینجا به این شکل سندش رو نوشتیم. ادامه داستان چیه؟ ما 480 تا پول آورده بودیم توی صندوق شرکت. 255 تاشو رفتیم وسایط نقلیه خریدیم. اینجا اومدم نوشتم 480 منهای 255 منهای 700 تاشم 7 میلیون ریالش هم که برای افتتاح حساب داده بودیم. پس ماندم میشه 218 میلیون ریال. این پوله هم میاد توی بانک قرار میگیره که مشابه همین میشه تجزیه تحلیلش و سند حسابداریش هم به همون شکله با یک رقم دیگری. در تاریخ 21 اردیبهشت مبلغ 2500 به صورت قرض به آقای محمودی یکی از کارکنان شرکت داده شد. این هم مثل مثال قبله. وام دادم به کارمندم که یه سرفصلی دارم به نام وام کارکنان. چون یه پولی به دیگران دادم، پس از دیگران طلب دارم. پس جزو دارایی های منه. مطالبات جزو دارایی ها هستن، یعنی یک نوع حساب دریافتنی هن که
حالا با سرفصل وام کارکنان میایم طبقه بندیش میکنیم. عملا وام کارکنان من که یک دارایی من افزایش پیدا کرده مطالباتم، پس در قسمت بدهکار ثبت میشه. این طرف پوله رو از صندوق ندادم، از بانک دادم. بانک من کاهش پیدا میکنه. درست شد؟ اینم از این وام کارکنان بدهکار، بانک بستانکار. به همین راحتی و خوشمزگی. بعدیش 5 خرداد 36 میلیون ریال به صورت قرض از شرکت گاما دریافت شد. خب من اینجا الان من قرض کردم، پس مطالبات دیگرانه، پس بدهی منه. یک بدهی ایجاد شده، پس بدهی ها افزایش پیدا کردن، در قسمت بستانکار باید ثبت بشن چون ماهیتشون بستانکاره. وقتی افزایش پیدا میکنن در قسمت بستانکار ثبت میشن. این پولی که از طرف گرفتم و نگفته کجا، ما میگیم بانک. قرض کردم اومده تو بانک شرکتم، پس بانک هم که میدونیم دارایی وقتی افزایش پیدا میکنه در قسمت بدهکار ثبت میشه. 36 بانک بدهکار 36 میلیون ریال، حسابهای پرداختنی بستانکار 36 میلیون ریال. 15 خرداد مبلغ 250 میلیون ریال از بانک ملی وام گرفتم و به همون حسابی که اونجا داشتم واریز شده. این هم آشناست. تسهیلات دریافتی داشتم که یک نوع بدهی است و وقتی بدهی ها افزایش پیدا میکنن در قسمت بستانکار ثبت میشن. پولم که اومده تو بانکم، اونم که توضیح واضحات نمیخواد توضیحی بدم، واضح کاملا براتون. و به همین شکل 250 میلیون ریال بانکم بدهکار میشه و 250 میلیون ریال تسهیلات دریافتیم بستانکار میشه. در تاریخ 21 خرداد خودروها رو خریده بودیم دونه 8500 یعنی 85 میلیون ریال. یکی از خودروها رو به مبلغ 100 میلیون ریال فروختیم. 40 میلیون ریالش رو نقد گرفتیم و برای بقیه‌اش یه چک یک ماهه با نزول 10% دریافت کردیم. خب 6 میلیون ریالش میمونه از اون پولی که باید میگرفتیم. سودمون چقدره؟ 1.5 میلیون تومان، یعنی 100 میلیون ریال منهای 85 میلیون ریال میشه 15 میلیون ریال. پولشو از اون 100 تا 40 تاشو نقد گرفتیم که میاد تو بانکمون. اینجا اومده بانکم افزایش پیدا کرده، در قسمت بدهکار ثبت میشه و اینجا ثبتش هم خورده. مابقیش رو چک گرفتم یک ماهه با نرخ نزول 10%، یعنی این مابقیه رو که 60 تاست ضرب در یک ممیز. اینا رو باید اصلاح کنم، الان درست میکنم. این 10% بهش اضافه میشه 66 میلیون ریال نزولش بهش اضافه میشه و در نهایت 6 میلیون ریال سایر درآمدهای منه، یعنی اون نزولیه که به عنوان درآمد من دارم شناسایی میکنم. خب این عددا رو الان دیدیم و میدونیم چه عدداییه. از این طرف بانکم که 40 تا افزایش پیدا کرده چون پول اومده توش. چک گرفتم از خلق الله. چکی که گرفتم جزء مطالبات منه، جزء دارایی‌های منه. وقتی افزایش پیدا میکنه در قسمت بدهکار ثبت میشه. این عدداشم درست کنم. وسیله نقلیه بهای تمام شده تاریخیش 85 میلیون ریال بود. سود و زیان ناشی از فروش داراییم 15 تاست و سایر درآمدهایی هم که داشتم 6 میلیون ریاله. 10% بود نرخش. الان جمع این میشه 106، اینم میشه 106 که سندم هم بالانسه. چون تکراریه اینجوری توضیح میدم تون میرم جلو. سند بعدی هم تکراریه. اینا رو میخوام خودتون برید حل کنید و باش برای خودتون تمرین کنید. در تاریخ 14 تیر یک دستگاه ساختمان به مبلغ 500 میلیون ریال که 60%ش عرضه است، مابقیش اعیانه، یعنی 60% این رقم مربوط به زمینه. 300 میلیون ریال 200 میلیون ریالش هم مربوط به زمینشه، به ساختمونشه. خریداری و مبلغ 180 میلیون ریال اون نقداً پرداخت شده از طریق صدور چک از حساب بانکی ملی شرکت پرداخت شده. این که میگه نقداً چک دادم یعنی همون لحظه چک روز بوده و رفته بانک و پاس شده، یا خودم بردم به حساب طرف خوابوندم. و برای بقیه ثمن معاملش یه چک 7 ماهه 10% به اون فروشنده ساختمان به شرکت تقدیم شده، تسلیم شده بهش.
خب عرضه و اعیانمون مشخصه، ما 500 تا باید می‌خریدیم، 180 تاشو دادیم که میشه 320 تا باقی مونده است. روی این 320 تا نزول 10% اومده که اینجا حساب شده، 10%ش اضافه شده، پس نزول من میشه هزینه بهره‌ام میشه 32 تا. این نزول هزینه است برای من. هزینه ماهیتشون بدهکار، باید افزایش در اونها در قسمت بدهکار ثبت میشه. زمین و ساختمون هم که ماهیتاً بدهکار هستن چون جزو دارایی ها هستن و افزایش در اونها در قسمت بدهکار ثبت میشه. اینا میشن اقلام بدهکار من. 180 تا از بانکم رفته بیرون، بانکم داراییه، وقتی کاهش پیدا میکنه در قسمت بستانکار ثبت میشه. و یک چکی دادم به طرف که یک نوع بدهیه ولی حساب پرداختنی نمیزنیم، چون چک دادیم بهش میزنیم اسناد پرداختنی. با چه رقمی؟ با رقم 352 تا 320 تا مانده اصل ثمن معامله بوده، 32 تا بهره بهش اضافه شده، 10% نزول میشه 352 تا. اینم میشه 532 و 532. 180 تا از بانک رفته، 352 تا چک دادم، 300 زمین ساختمون بوده، 200 اعیانش بوده که خود ساختمون میشه و هزینه بهرش. اینم از این سند که بازم تکراری بود و باید تمرین کنید فقط. 5 مرداد مبلغ قرض داده شده در تاریخ 21 اردیبهشت به آقای محمودی به حساب شرکت وصول شد، واریز شد. چقدر داده بودیم به اون بنده خدا وام؟ 2,500,000. آره. این سند معکوس میخوره، پول اومده تو حساب شرکتم دیگه، صندوقم ندارم، میشه بانک. بانک بدهکار میشود. چرا؟ چون افزایش پیدا کرده. وام کارکنانم که یک دارایی بود کاهش پیدا کرده، طلبم دیگه وصول شده، طلبم کاهش پیدا میکنه، در قسمت بستانکار ثبت میشه و به همین سادگی سندش صادر میشه. 8 مرداد مبلغ 24 میلیون ریال از بدهی به شرکت گاما به شرکت پرداخت شده. خب یک بدهی رو وصول کردم. بدهی ها ماهیتاً بستانکارن، وقتی کاهش پیدا میکنن در قسمت بدهکار ثبت میشن. از بانکم خارج شده، یک دارایی است، ماهیتش بدهکاره، وقتی کاهش پیدا بکنه در قسمت بستانکار ثبت میشه. حساب پرداختنی بدهکار 24 میلیون، بانکم بستانکار 24 میلیون. در تاریخ 19 مرداد، این دیگه جدیده، آقای بهزاد مبلغ 60 میلیون ریال دیگر بابت افزایش سرمایه به بانک شرکت واریز نمود و این مورد را نزد اداره ثبت شرکت‌ها به عنوان افزایش سرمایه اعلام کرد. خب کلی نکته قانونی داخل این وجود داره، اما ما به یک موضوع ساده و با یک نگرش ساده این مسئله رو حل میکنیم، چون نمیخوام ذهنتون رو به عنوان یک فرد دانشپذیر جونیور درگیر مسائل پیچیده قانونی بکنم. اما اینقدر بدونید که وقتی میگیم افزایش سرمایه، یعنی اینکه شرکت اومده صندوقش رو از طریق حالا روش‌های نقدی یا روش‌های غیر نقدی سرمایه‌اش رو افزایش داده. یعنی سهامداران شرکت یک پولی رو به حساب شرکت تزریق کردن یا یک اموالی رو به شرکت منتقل کردن. اینکه منتقل کرده باشن به تنهایی به عنوان افزایش سرمایه در نظر گرفته نمیشه. اگر نزد اداره ثبت شرکت ها این افزایش سرمایه ثبت بشه، روزنامه رسمی بشه، این اوکیه، این به عنوان یک سرمایه تلقی میشه. اما اگر که در اداره ثبت شرکت ها ثبت نشده باشه، انگار شرکای شرکت یه پولی فقط صرفا به حساب شرکت اووردن که این میتونه هم بعداً در آینده برداشت بشه از حساب شرکت توسطشون، یعنی یه طلبیه از شرکت دارن، بدهی شرکت بهشونه، یا اینکه نه، میتونه بعداً تبدیل بشه به سرمایه شرکت و از شرکت خارج نشه. اگر نزد اداره ثبت شرکت ها ثبت بشه، حساب سرمایه رو درگیر میکنیم. در غیر این صورت حسابی که ما این وسط استفاده میکنیم به عنوان یک حساب واسط که بتونه این مسئله رو رصد بکنه در سرفصل‌های حسابداری بر ما، حساب جاری شرکاست. این یه سرفصل حسابداریه که ذاتش نه بدهکار نه بستانکاره. در هر اکشنی که اتفاق بیفته ذاتش شناوره. هر اتفاقی که براش بیفته نمایانگر یک رویداده، نمایانگر یک مفهومه. وقتی که جاری شرکا
در واقع پول میریزن به حساب شرکت، یعنی از شرکت طلب دارن، اونها پول ریختن به حساب شرکت، پس از شرکت طلب دارن. پس اینجا چه اتفاقی میفته؟ حساب جاری شرکای ما یک ذات بدهی گونه به خودش میگیره. پس افزایش در اون در قسمت بستانکار ثبت میشه. چرا؟ چون که ما به شرکای شرکت بدهی داریم. یک بدهی ایجاد شده به شرکای شرکت. حالا از اون طرف به قضیه نگاه کن. اگر که شرکت به شرکای شرکت یه پولی بده و شرکت از شرکای شرکت طلبکار بشه، اتفاقی که اینجا میفته اینه که یک طلبی ایجاد میشه. پس افزایش در اون در قسمت بدهکار ثبت میشه و کاهش در اون در قسمت بستان. برای همینه که بهش میگیم ذاتش بر مبنای رویدادی که اتفاق میفته تعیین میشه. یعنی یک حساب شناوری است که هم میتونه ماهیت بدهکار داشته باشه، هم میتونه ماهیت بستانکار. پس باز شکل طلب و بدهی باید باهاش برخورد کرد. اگر طلب شرکت بود ماهیتش بدهکاره، اگر بدهی شرکت بود ماهیتش بستانکاره. اما برای اینکه کلا براتون ساده تر بشه این رو بهتون میگم. عموما ما ذات حساب جاری شرکا رو ماهیت بستانکار میدونیم. چرا؟ چون که عموما شرکای شرکت پول میریزن به حساب شرکت تا برداشت بکنن. درست شد؟ چون عموما اونها تزریق میکنن به حساب شرکت. یعنی فرض کن یه شرکت که تأسیس میشه، از ابتدا هی سهامدارا پول میریزن که شرکت راه بیفته. حالا هر وقت به بلوغ رسید اینا برداشتاشون رو انجام میدن از محل حسابهای شرکت، که اینم در واقع از محل سودیه که خلق شده در عملیات شرکت میان برداشت میکنن، که اونم خب سرفصل جاری شرکاست یا سود تقسیمی پایان ساله، که اینا رو بعدها انشالله متوجه خواهی شد. اما چیزی که الان باید متوجه بشی اینه که ما ذاتاً جاری شرکامون ماهیتش شناوره و بر مبنای عملیات ماهیتش مشخص میشه. پس جاری شرکا به این شکله. اما در حسابداری جاری شرکا رو در سرفصل بدهی ها طبقه بندی میکنن. چرا؟ چون اونها بیشتر پول میارن تو حساب شرکت تا اینکه پول بردارن از حساب شرکت. خب خیلی توضیح دادم. گفتیم چون افزایش سرمایه رو نزد اداره ثبت شرکت ها ثبت کردن به عنوان سرمایه تلقی میشه. پس یه پولی اومده تو بانکم، بانک منو افزایش داده، بانک جزء دارایی هاست، افزایش در اون در قسمت بدهکار ثبت میشه. از اون طرف یه بدهی شرکت، یه بدهی براش پیش میاد به شرکای شرکت که جاری شرکا رو افزایش میده. پس بدهی ها وقتی افزایش پیدا میکنند در قسمت بستانکار ثبت میشن. اینجا ذات عملیات شده به یک مدل بدهی، چون پول داده به شرکت و شرکت به طرف مقابل بدهکار شده، یعنی بدهی براش ایجاد شده، نه بدهکار، اینا بدهی براش ایجاد شده. از اون طرف حالا اومده گفته من اینو بردم اداره ثبت شرکت ها، افزایش سرمایه‌اش رو ثبت زدم، پس این دیگه از حالت جاری شرکا خارج می شود و به سرمایه منتقل میشه. خب پس این بدهی که شرکت داشت دیگه لغو میشه، بدهیش کاهش پیدا میکنه. پس وقتی بدهی ها کاهش پیدا بکنن در قسمت بدهکار ثبت میشن. و چی افزایش پیدا کرده؟ سرمایه شرکت. سرمایه هم که ماهیتاً بستانکارن و افزایش در اونها در قسمت بستانکار ثبت میشه. بانک 60 تا بدهکار، جاری شرکا 60 تا بستانکار، تبدیل شده به سرمایه. جاری شرکا 60 تا بدهکار، سرمایه 60 تا بستانکار. خب در تاریخ 25 مرداد بابت خدماتی که قرار است در ماه‌های آینده به مشتریان ارائه شود مبلغ 42,500 به صورت پیش دریافت کردیم. حالا اینجا یک دوباره لاین جدیدی برای ما افتتاح شده. ما یک خدماتی رو قرار به یه نفر بدیم طی ماه‌های آتی، ولی پولش رو جلو گرفتیم 42,500,000، یعنی پیش دریافت کردیم و اون به ما پیش پرداخت کرده. پیش دریافت یک حسابیه که یک مدل بدهیه، در سرفصل بدهی هاست، مثل حساب پرداختنی میمونه. یعنی من یه پولی رو گرفتم ولی هنوز هیچ کاری برای طرف انجام ندادم و الان بهش بدهکارم، ولی در سرفصل پیش دریافت طبقه بندی میکنم در حسابداری که بدونم این بدهیه قرار بعداً بشه درآمد. حالا پس پیش دریافت یک نوع بدهیه
و افزایش در اون چون ذاتاً بدهی ها ماهیتشون بستانکاره در قسمت بستانکار ثبت میشه. پولم که اومده تو بانک شرکت، بانک هم که دارایی، افزایش در اون در قسمت بدهکار ثبت میشه. بانک 42500 بدهکار، پیش دریافت 42500 بستانکار. 28 شهریور 30 میلیون ریال بابت حق بیمه های آینده پرداخت شد. اینجا چی شد؟ اینجا پیش پرداخت انجام دادیم، یعنی بابت یه حق بیمه ای که مربوط به آینده هست ما شرکت اومدیم یه پولی جلو جلو دادیم، پرداخت کردیم، پس ما پیش پرداخت انجام دادیم. پیش پرداخت ها یک مدل دارایی هستن، مثل حساب های دریافتنی. چرا؟ چون هنوز طرف به من اون هزینه ها رو انجام نداده، اون خدمت رو به من نداده، پس من هنوز طلب دارم از طرف. هر وقت خدمت رو انجام داد دیگه این پیش پرداختی وجود نداره، میشه هزینه. اما برای اینکه بتونم بفهمم یه پولی جلو جلو دادم و بعداً قرار بشه هزینه، در سرفصل حسابداری پیش پرداخت طبقه‌بندیش میکنم، عین پیش دریافت که بالا توضیح دادم. با این تفاوت که پیش دریافت ها ماهیتاً بستانکار هستند، جزو بدهی ها هستند. پیش پرداخت ها ماهیتاً بدهکار هستند، جزو دارایی ها هستند. پیش پرداخت خرید بیمه بدهکار میشه. چرا؟ چون جزء دارایی هاست، افزایش در اون در قسمت بدهکار ثبت میشه. از بانک هم خارج شده، بانک ها جزء دارایی ها هستن، ماهیتشون بدهکاره، وقتی کاهش پیدا میکنن در قسمت بستانکار ثبت میشن. به این شکل سندش صادر میشه. در تاریخ 1 مهر آقای بهزاد مبلغ 12 میلیون ریال بابت مصارف شخصی از حساب شرکت برداشت نمود. آها، ما گفتیم که حساب جاری شرکا ذاتاً شناور است و ماهیتش رو بر مبنای عملش انجام میده، اما در حسابداری استاندارد شرکتی یا حسابداری واقعی ذاتاً جاری شرکا رو جزو بدهی ها میبینن. چرا؟ چون عموماً شرکت پول میگیره از شرکا، یعنی به شرکا بدهی دارد. پس ما هم در عملیات حسابداریمون اینجوری باش برخورد میکنیم. حالا وقتی پولی رو برداشت کرده، شرکا برداشت کردن، قطع به یقین حساب جاری شرکا اینجا درگیر میشه. جاری شرکای من ماهیتش بستانکاره، طبق اون ذات حسابداری که الان با هم صحبت کردیم. و وقتی یه پولی رو به طرف میدم، انگار یه بخشی از بدهیم داره کاهش پیدا میکنه. پس کاهش در بدهی ها در قسمت بدهکار ثبت میشه. از بانک هم خارج شده، بانک جزء دارایی هاست، کاهش پیدا کرد، در قسمت بستانکار ثبت میشه. در تاریخ 21 مهر آقای بهزاد وجه برداشت شده را به حساب شرکت عدت داد. اوکی، دوباره بدهی من به آقای بهزاد افزایش پیدا کرد چون پول رو به حساب من برگردوند و پول اومده تو بانکم. بانکم به دارایی جزء دارایی هاست، افزایش در قسمت بدهکار. این هم یه بدهیه که شرکت به آقای بهزاد داره. بدهیم دوباره افزایش پیدا کرده، در قسمت بستانکار ثبت میشه. چرا؟ چون بدهی ها ذاتاً بستانکارن، افزایش در اونها قسمت بستانکار ثبت میشه. اینم سندش. خب این دفتر روزنامه‌مون بود که زدیم و انجام دادیم. ببینیم چند دقیقه شده تا الان. خب بریم ادامه بدیم، دفتر کلمون و ترازمون هم تهیه کنیم. چقدر حساب داشت، چقدر من تون گفتم، خسته شدم. صندوق سرمایه، وسایط نقلیه بانک، وام کارکنان. خب یه بخش هایی شبیه دفتر کل مثال قبلیه که ظاهرا سیوم نکردم. اوکیه، میزنیم دیگه همینجوری. وسایط نقلیه بانک، تسهیلات مالی دریافتی. آها، بیام بالا گیج نشم. بذار همینجوری بریم دونه دونه جلو، صندوق رو پر کنیم. این صندوقمون
1 همین عدد توی سرمایه‌مون اومده. وسایط نقلیه‌مون بدهکار شده، صندوقمون بستانکار شده. عطف 2. بانکمون صندوق برداشت شده، به بانکمون تزریق شده. عطف 3. دوباره عطف 3. 218 تا وارد بانک شده و از صندوق هم خارج شده. وام کارکنان، حساب تیش رو ایجاد بکنیم با هم. دویست و 250 تا و بانکش 250 تا از بانک خارج شده. عطفش هم نذاشتم. اینم از عطفش. خب حساب های پرداختنی بعد الان حسابش هم ایجاد کنیم. بانک هم افزایش پیدا کرده. حساب های پرداختنی این هم از حساب های پرداختنیمون. تسهیلات مالی دریافتی هم ایجاد کنیم. دویست و 250 تا به بانک هم اضافه شده و از اون طرف به تسهیلاتم اضافه شده بود. عطف 6 میشه. اسناد دریافتنی وسیله نقلیه هم که داشتم، سود و زیان ناشی از فروش دارایی‌ها و سایر درآمدها. 3 تا حساب باید ایجاد بکنیم الان. اسناد دریافتنیمون رو ایجاد کنیم، به ترتیب همینجوری بریم. سایر درآمدهامون رو ایجاد بکنیم. بانکمون 40 تا، اسناد دریافتنیمون 66 تا. خب وسایط نقلیه 15 تا، سود و زیان 15 تا، وسایط نقلیه 85 15 6.
هم 6 داشت. خب زمین و ساختمون و هزینه بهره و اسناد پرداختنی هم باید حساباشو ایجاد کنیم. زمین، ساختمان، هزینه بهره، اسناد پرداختنی. بریم اقلامش رو درج بکنیم. 300 200. این هم 32 تا. خب هزینه بهرش هم که گذاشتیم. از بانک 180 تا اگه اشتباه نکنم بود. آره 352 تا هم که اسناد پرداختنیمون بود. حالا اینو فعلا بذاریم. صد و 80 تا بود دیگه. اینم از این. روز نفسم بالا نمیاد. وام کارکنان تصفیه شده بود 2500. بانک و وام نه تا. حذف 9 در واقع. حساب پرداختنی بدهکار شده به طرفیت بانک. حذف 10. خب جاری شرکا یه بدوبس شده و سرمایه بستانکار شده. این از بانکم. این از سرمایه‌ام. جاری شرکا هم که باید ایجاد کنیم. خب بریم پایین تر. اینجا جا خالی داریم. یه بدوبس شده فقط که اینجا بدوبسش رو میاریم. دریافت فروش اضافه شده باید اضافه کنیم. پیش پرداخت داریم باید اضافه کنیم. اینا رو الان بسازم. پیش دریافت فروش. پیش پرداخت خرید حق بیمه. خب 42500 پیش دریافت داشتم و بانکم هم همینطور. 12.
یک پرداختم 30 تا بدهکار شده، بانکم خارج شده. این میشه 13. خب جاری شرکا و بانک رفت و برگشتیه. این میشه 14. این میشه 15. همین عدد رو باید تو بانکم هم گردش بدم. این قسمشو دارم، اونور جا ندارم، الان اضافهش میکنیم. میشه 14. میشه 15. خب اینم از انتقال اسناد به دفتر کل. بریم ترازمونم تهیه کنیم. یه مقدار دفتر کلمون رو جمع و جور بکنم که بتونیم راحت تر حساب ها رو من دوباره از دست ندم. بیفتم دنبال مغایرت گیری براتون. اول میام دارایی ها رو رنگی میکنم، دونه دونه منتقل میکنم. صندوق گردش بدهکارش رو بذاریم. اینو منتقل کردیم. بریم سراغ بانک. اینم منتقل کردیم. وام کارکنان رو بذاریم. صفره ولی خب میذاریم دیگه، چون باید شاکله ترازمون درست بشه. اسناد دریافتنی داریم. من گوشیم زنگ خورد، منو ببخشید. اینم از اسناد دریافتنیمون. دارایی جاری بازم داریم، اونو بذارم فعلا، بعد زمین و ساختمون و اینا رو میذارم. حالا اینا رو بعدم براتون توضیح میدم.
از ابتدای سال 98 هم بعد ابتدا دارایی‌های غیر جاری رو گذاشت. فرمت شد شبیه آیفارس. دارایی‌های جاری رو بعدش گذاشت. بعد در واقع حقوق، نه یادم رفت. میگم الان گوشیم زنگ خورد تمرکزم رفت. عذرخواهی میکنم. بعد دارایی‌های غیر جاری رو گذاشت، بعد دارایی‌های جاری رو گذاشت، بعد حقوق صاحبان سهام رو گذاشت، بعد بدهی‌های غیر جاری رو گذاشت و بعد بدهی‌های جاری رو گذاشت. یعنی این تغییره توی فرمت اتفاق افتاده، ولی ما الان طبق فرمت قدیمی داریم میریم جلو. پیش پرداخت خرید حق بیمه، این هم از این. حالا میایم دارایی غیر جاریمون رو میذاریم. اینم رنگی کنم که بدونم اشتباه نشه. حالا بیایم دارایی های غیر جاریمون رو بذاریم. زمین و ساختمون و وسایط نقلیه. این زمین، ساختمون و این هم وسایط نقلیه‌مون. این رنگیشون هم بکنیم یادمون نره. دارایی غیر جاری دیگه‌ای هم نداشتیم. خب بذار همین الان ترازی که تهیه میکنیم و طبق همون چیزی که گفتم تو فرمت های فارس اومده همونجوری براتون بذارم. این اول دارایی غیر جاری میاد، بعد دارایی جاری میاد. دارایی جاری هم از پیش سفارشات پیش پرداختا شروع میشه، بعد به موجودی نقد و بانک میرسه که حالا همین الان براتون درستش میکنم. بذار اینو بیارم پایین. خب. بعد حالا باید حقوق مالکانه رو گذاشت که همون سرمایه میشه و سوزیان انباشته و جاری، اینا که شما اصلا نمیدونید اینا چیه، که بعدا متوجه خواهید شد در دوره های بعدی در موردش صحبت میکنیم. سرمایه میاد. حالا موتوری ها مگه گذاشتن؟ خب رد شدن. میریم سراغ بدهی های غیر جاری که داریم. بدهی های غیر جاری ما اینجا الان نداریم در حال حاضر. تسهیلات مالیمون هم معلوم نیست، تو مثال تعیین نکرده که این بلند مدت یا کوتاه مدت. و چون نمیدونید نمیخوام اذیتتون بکنم که میریم سراغ خود بدهی ها.
تسهیلات مالی، حساب پرداختنی، اسناد پرداختنی، جاری شرکا، پیش دریافت. خب تسهیلات مالی دریافتی رو ببینیم. اینجا منفی نباید داشته باشیم تو تراز اینجوری. منفی البته نماینگر بستانکار بودنه تو حسابداری. یعنی داخل پرانتز وقتی یه عددی قرار میگیره یا منفی میذاریم، یه استاندارد بین خودمونه دیگه، نماینگر بستانکار بودنه. حسابهای پرداختنی، اسناد. اینا رو هم رنگی کنم، یادم میره من. اسناد پرداختنی، از اسناد جاری شرکا من بزنم. پیش دریافتمونم بزنیم و بدهیامونم تموم میشه دیگه. اینم از این. رنگیش کردم. بریم سراغ هزینه ها و درآمدها. این سودزیان ناشی از فروش دارایی ها رو به عنوان درآمد در نظر میگیریم و سایر درآمدها رو به عنوان درآمد در نظر میگیریم. تنها هزینه ای هم که داریم هزینه بهره است. سایر درآمدها رو هم که ننوشتم، همینجوری هزینه رو نوشتم. خب این از اینه. سایر درآمدها، هزینه بهره و تمام. بالانس باش جون مادرت. بالانسه. به به. رنگی کردن کمک کرده که چیزی از دستمون در نره. و تمام. این جلسه هم به اتمام رسید. امیدوارم که برید تمرین کنید، خوب یاد بگیرید و دیگه جلسه بعدی جلسه آخره، یه مقدارم ممکنه طولانی بشه چون میخوایم که تمرین شماره یکمون رو از ابتدای یک بار دیگه حل بکنیم و با هم یه دوره‌ای بکنیم و اتمام حجت بکنیم.
تمام مسائلی که در مورد حسابداری توی این دوره صحبت کردیم. حالا اگر که ببینم مثلا زمانش داره خیلی زیاد میشه، ممکنه یه جلسه دیگه هم بهش اضافه کنم، ولی ترجیح اینه جلسه بعد جلسه آخرمون باشه. لطفاً درساتون رو بخونید، مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.